واقعاً چه اتفاقی میفته 1 ثانیه بعد از اینکه یه EMP منفجر بشه؟ بهش میگن EMP، یک پالس الکترومغناطیسی، و ساختمون‌ها رو تخریب نمی‌کنه، بلکه سیستم‌ها رو نابود می‌کنه. داخل تک تک دستگاه‌هایی که داری، گوشیت، ماشینت، یخچالت، مدارهای خیلی کوچیکی هست. وقتی EMP بهشون میخوره، میلیون‌ها ولت برق رو با شدت از توشون رد میکنه. سیم‌ها ذوب میشن، تراشه‌ها میسوزن. هیچی کار نمیکنه. نه به خاطر اینکه خراب شده، بلکه به خاطر اینکه اوورلود شده. چراغات خاموش میشن، گوشیت از کار میفته، ماشینت روشن نمیشه، حتی هواپیماها هم چشماشون رو توی آسمون از دست میدن. این فقط یه خاموشی نیست، این یه ریست کامله. نه پمپ بنزینی، نه تصفیه آبی، نه بیمارستانی، نه ماهواره‌ای، نه ارتباطاتی. 4 ساعت بعد یخچالت شروع میکنه به گرم شدن. 2 روز بعد غذاها شروع به گندیدن میکنن. تا روز 5 دیگه خبری از آب سالم نیست و هیچ کمکی هم قرار نیست بیاد. و نکته اینجاست، ما همین الان هم سلاح‌های EMP رو داریم. فقط یکی که توی ارتفاع بالای جو منفجر بشه میتونه برق کل یک قاره رو قطع کنه. این یک فیلم علمی تخیلی نیست، یک تهدید واقعیه. ما دنیامون رو روی برق ساختیم، اما هیچ وقت از خودمون نپرسیدیم اگه همه چیز خاموش بشه چی میشه؟